بعد از اون دوران روتین زندگی خاطرتون هست چجوری بود وقتی ماریس بودین؟ روزا رو چجوری میگذروندین؟ این مدت 6 ماه متاسفانه وسیله تحصیلی برای ما وجود نداشت. فقط معلم سرخونه می آمد و ما زبان انگلیسی و فرانسه تکمیل می کردیم. صبحها اغلب با معلم سرکار داشتیم، لااقل من اینطور بودم. بعد از ظهرها اغلب با هم با برادرها، به خصوص با شوفور علیرضا که گفتم باش نزدیکی به خصوص داشتم، به گردش می رفتیم، چون همینطوری گفتم جزیره با صفایی بود و خوشبختانه که دوتا ماشین در اختیار بود، راههای خیلی با نمکی داشت، کاملا مخالف با اونی که آدم امروز در شهرهای بزرگ میبینه. همه چی ده بود، همه چی سبز بود، مثل اینکه آدم در یه ده بزرگی زندگی میکرد. و در قسمت فوقانی جزیره خیلی تپه بود، شهری بود به اسم کورپیپ که روی ارتفاع بود و چون گفتم هوا اون موقع گرم بود، ما اغلب سعی می‌کردیم بریم به اون منطقه‌ای که خنک‌تر بود و خیلی گردشگاه خوب بود. گاهی وقتی هم به سینما می‌رفتیم، البته فیلم‌ها خیلی جدید نبود ولی بالاخره بهتر از هیچی بود، چون اون موقع نه تلویزیون بود و تفریحات دیگه هم وجود نداشت. یک بندری هم بود که ما قبلا گفتم که ما پیاده شدیم به اسم پورت لویی که بندر اصلی جزیره بود، ولی از بس گرم بود و فصل بد بود ما کمتر اونجا می رفتیم. شاید این مدت 6 ماه 2-3 مرتبه اونجا بیشتر نرفتیم. ولی این آبادی که گفتم اسم کورپیپ بود در قسمت مرتفع این جزیره بود و اغلب ما اونجا سرکشی میکردیم. همونطور گفتم جزیره خیلی زیبایی. علازد رضا شاه چجوری وقتشون رو میگذروندن؟ ایشون اغلب به قدم زدن مشغول بودن و در این حال تماس داشتن با ماها و حالا ما هم در قدم زدن با ایشون شرکت میکردیم و اهالی اون جزیره که اغلب البته مقدار اروپایی اونجا زندگی میکردن. اون جزیره در درجه اول متعلق به فرانسویا بود که در جنگ‌های ناپلئونی انگلیس‌ها اونجا رو اشغال میکنن. جمعیت انگلیسی اونجا بیشتر جمعیت ادمنستراتیو بود، ولی جمعیت فرانسویشون که بیشتر بود کسانی بودن که از قدیم از زمان فرانسوی‌ها اونجا زندگی میکردن. علازت که اونا رو میدیدن یعنی آدمای محلی رو بیشتر همین مطلبی که میخواستم بگم این بود که مقداری هم هندی وجود داشت که اونها گاهی وقتی به دیدن پدرم می آمدن، چون هرچی بود اونها به تاریخ ایران و زندگی ایرانی ها علاقمندتر بودن و خیلی علاقمند بودن که بیان پیش پدرم. با وزیر محمود رضا صحبت کردم، گفتن که توشون مدت کمتری مثل که بودن، گفتن که خیلی دوست داشتن که خبرهای ایران رو بشنون و دائم چیزی که یادشونه رادیو بود و بچه ها رادیو رو میزون کنن که خبرهای ایران رو بشنون. شما یادتونه؟ همینطوره. این موضوع نه فقط در موریس انجام میشد بلکه در تمام طول مدتی که ایشون یاد داشتن انجام میشد
و شبها اغلب رادیوهای مختلفی میگرفتن، هم از لندن یا برلین یا حتی تهران، چون اینجا همه زبان فارسی تکلم میکردن و ایشون کاملا در جریان روز بودن و اخبار جنگی رو دنبال میکردن و میل داشتن همزمان گرفتن رادیو اولادهاشون هم باشون باشن. چیزی به شما اون زمان خاطرتون میاد گفتن، یعنی نصیحتی، صحبتی، چیزی که یادتون باشه؟ به طور کلی یادم نیست، ولی همیشه گاهی وقتی صحبتی که میشد مربوط میشد به چطوری ایشون به قدرت رسیدن و چه شکلی در امر مملکت پشتکار داشتن، که البته برای ما اون اوایل امر واسه بچه بودن پوشیده بود، ولی بعدها آشنا شدیم به این موضوع و همینطور که گفتم در اوایل صحبتم، هر چی میگذشت ما، لااقل من، به پدرم نزدیکتر میشدم از لحاظ طرز تفکر ایشون و علاقه ایشون به زندگی و فامیل و به مملکت. هیچ صحبتی با ایشون یادتونه یا صحنه‌ای که یادتون باشه که صحبتی کرده باشن که راجع به مملکت یا راجع به خودشون یا راجع به زندگی، چیز خاصی یادتون میاد از صحبتاشون؟ همون جریاناتی که اتفاق افتاده بود و احتمالاً چیزایی که شاید بر ما پوشیده بود که حالا به طور دقیق یادم نیست، ولی هرچی بود خیلی قابل ستایش بود و برای ما خیلی جالب بود. شما بالاخره این به خصوص انگلیس‌ها با عرضت خب خیلی بد رفتار کرده بودن و به مملکت باعث شدن سلامه بخورن. هیچ یادتونه صحبتی راجع به این کرده باشن یا؟ البته بود، این صحبت ها همه بود و همینطور که واضحه انگلیس ها اصولا آدم های انتقامجوی هستن، به خصوص که ایشون همینطور که گفتن ضرباتی با آنها زدن که نه برای این بود که دشمنی با انگلیس ها داشتن، نه، برای این که انگلیس ها کشور مستعمراتی بودن و یک کشور مستعمرچی فکر میکنه هر کاری بکنه حق داره. پس فکر میکردن اونها که هر کاری در ایران بکنن حق دارن، دستت که این مخالف منافع یک کشوری بود. ایشون به عنوان مرد وطن پرست نمیتونستن قبول کنن که فرضاً شرکت نفت ایران و انگلیس منافع ایران رو نادیده بگیره. منافع ایران که از بعد قرارداد دارسی به چند درصد بیشتر نبود، ایشون در اوایل 1930 سالهای 30 در خوزستان شیر نفت بستن و مورد اعتراض رؤسای شرکت نفت واقع شدن. بعد ایشون فرمودن که خب اگر این مدت چند دقیقه یا ساعت برای شما ضررهایی داشت، پس برای کشور ایران که از بعد پیدایش نفت تا حالا که بیش از 20 سال بوده چقدر ضرر داشته؟
البته اونا پاسخی در این باره نداشتن بگن و موضوع رفت به سازمان ملل که در اون موقع در ژنو بود. مثل اینکه جریان صحبت بین دولتین تا 4-5 سال طول کشید. بعدها البته رقمش به طور دقیق به نظرم نمیرسه، ولی میدونم که منافع ایران از اون به بعد به بیش از 30% شد و خب این باعث شد که بودجه مملکت بهتر بشه و با این بشه کارهایی برای مملکت انجام داد، همونطور هم که شد. خب این یک قسمت قضیه بود. قسمت دوم موضوع سفر کردن ایشون به جنوب بود، از راه شیراز به بنادر فارس و از اونجا از طریق کشتی به خوزستان و به زانو در آوردن خزعل که اونجا میخواست برای خودش یک کشور مستقلی به اسم خوزستان درست کنه و اون خوزستان، استان خوزستان در اون موقع تقریبا جدا از سلطه حکومت مرکزی بود و ایشون کار شجاعانه‌ای که کردن این بود که اولا اون کشتی که سوار شدن از بنادر جنوبی فارس به خوزستان یک کشتی بود که هر آن ممکن بود غرق شه، ولی چون وسیله دیگه وجود نداشت ایشون با این کشتی رفتن و بعد وقتی رسیدن به اهواز اون موقع خزعل از بگیرم ترسش بگم صحیح‌تره رفته بود در کشتیش در اون روی رودخونه و تفنگدارانش هم همه جا بودن اینا، ولی پدرم تکی تنها شاید با 1-2 نفر آدم بدون هیچ نظامی حافظ رفتن به اون مقری که باید باشن و بعد پسر خزعل آمد به دیدنشون و صدای عفو پوزش کرد و بعد احتمالاً خودش شرفیاب شد. البته اینها جریان قبل از به سلطنت رسیدن پدرم بود. یه موضوعی که خواستم بگم یادم رفت این بود که در شیراز قنصل انگلیس آمد به دیدنشون و درخواست کرده بود که ایشون نرن به اون منطقه، اینطور که در کتاب مسافرت به خوزستان نوشته میشه. پدرم بسیار متغیر شدن و او گفتن که شما در چه مقامی هستید که به من امر و نهی بکنید که این کارو بکن یا نکن و بالاخره ایشون کار خودشون کردن و رفتن به خوزستان و در اونجا بعد از این که ایشون کاملا خزعل تحت کنترل آوردن، بعدها ارتش آمد به خوزستان و اونجا امنیت در دست گرفت. منظور این است که ضربه هایی که ایشون یادآوری میکردن در جزیره موریس که به انگلیس ها وارد آمدن از این حدود بود که البته اینا همه ضربه به منافع استعماری بود، نه ضربه حقیقتا به انگلستان. و اون موقع چون استعماری کار خیلی طبیعی بود، این است که اونا خیلی موضوع جدی گرفتن انگلیس ها و طبیعتا
حمله شهریور 20 به ایران جنبه ساده ای نبوده، یعنی توأم بوده، بهانه بوده در واقع برای رساندن قوا به ایران، یعنی رساندن وسایل کمک به روسیه، بهانه بوده که در پشت این بهانه البته منظورهای خصوصی هم بوده، وجود داشته. شما وقتی که راجع به پدرتون فکر میکنین چه صحنه یادتون میاد؟ ایشون چجوری مجسم میکنین؟ همینطور که گفتم ایشون در بچگی همیشه من یک تفکرم این بود که ایشون یک آدم غیر از یک پدر هستند، یعنی علاوه بر یک پادشاه یک آدم خارق‌العاده‌ای هستن که مشکل بهشون نزدیک شد. ولی به تدریج که ایشون تشریف بردن، یعنی با هم رفتیم به جزیره موریس و بعدم به افریقای جنوبی، من خودم خیلی نزدیکتر حس کردم و حقیقتا حس می‌کردم که پیش پدرم هستم و بیشتر جنبه پدر فرزندی وجود داشت، پادشاهی و به حساب یک پسر پادشاه. این سوال دیگه ازتون داشتم راجع به واحد اشرف. شما در جوانی و بچگی هم به هم نزدیک بودین یا اینکه بعدها بیشتر نزدیک شدین؟ بله، مخصوصا یه خاطره عجیبی من از ایشون دارم و اون اینست که وقتی ما بچه بودیم در سعدآباد میرفتیم حمومای خزانه دار و وقتی که همگی از جمله ولیعهد ایشون و من وارد خزانه شدیم، یک مرتبه من حس کردم من ول شدم و دارم میرم طرف تون حمام. یک دفعه دیدم یه دستی منو گرفت و این خواهرم واحد اشرف بود که من نجات داد، وگرنه من رفته بودم ته تون حمام. و این کار خدایی بود که ایشون من دید و متوجه شد که من دارم کشیده میشم طرف تون حمام و ایشون در واقع ناجی من هستن در اون موقع. چند سالتون بود اون وقت؟ قبل از این بود که ولیعهد برم به سوئیس. فکر میکنم در حدود ایشون در حدود 10 سال 11 سالشون بود، من هم در حدود 7-8 سال. خیلی جالب. از واحد اشرف چه خاطری از بچگی داریم؟ ایشون غیر از این چیزی دیگه هم یادتون میاد؟ والا ایشون همیشه با محبت بودن و اصولا میگم تمام برادر خواهرایی که بزرگتر از من بودن جز محبت و من کار دیگه نکردن و همیشه من خاطرات خوب ازشون دارم. بزرگترن از شما ولی هیچ وقت شانس بازی با هم دیگه داشتین بچه که بودین یا در سپور و ورزش و اینا هیچ وقت با هم چیز داشتین؟ بله، البته فوتبال بازی میشد، البته دخترها شرکت نمی‌کردن ولی اغلب توی خود کاخ مرمر یه قسمتی فوتبال بود و اونجا فوتبال بازی میشد و اصولا در زندگی خیلی با هم نزدیک بودیم. حالا چیزای مختلف بود، البته به طور دقیق نمیدونم، سواری بود، گردش بود، اتومبیل سواری بود، سینماهای کوچیک بود توی کاخ داده میشد. در حال اوکازیون‌های مختلف بود که ما با هم نزدیک باشیم. شما خیلی که بچه بودین یادتونه هیچ خانواده، زنهای خانواده چادر سرشون میکردن؟ بله البته، ولی خب
چون در محوطه منزل بود فکر نمی کنم که زیاد از چادر استفاده می شد. احتمالاً در بیرون منزل چادر بود و همیشه من از خانم‌های منظره نابابی داشتم توی خیابون‌ها که به نظر قشنگ نمی آمد زنها با چادر سیاه راه بیفتن و اینها، ولی خب بعد از اینکه ما وارد ایران شدیم از سال 1936 خوشبختانه این چادر بازی به هم خورده بود و انسان اقلن میدید که زن یه مقامی پیدا کرده در اجتماع و میتونه تا حدودی با مرد برابری کنه. وارد اشرف هم به نظر شما خب بعداً خیلی اکتیو شدن تو کارهای مملکتی و توی کارهای اجتماعی اینا، از جوان‌ترم که بودین احساس میکردین که ایشون یه انرژی خاصی دارن یا علاقمند بودن به یه حالت بعداً خب زن خیلی شجاع خیلی مستقلی شدن در بچگی یا هیچ نشونه از این بود؟ والا تا قبل از این که به سوئیس بریم نه زیاد من متوجه نبودم، ولی بعد از این که برگشتیم این موضوع بیشتر روشن شد و بیشتر جلب توجه کرد. هیچ وقت دیدیم باید یه کاری کنن که به نظر غیر عادی میاد برای زن معمولی، یعنی یه چیزی باشه که فرق کنه با دیگران؟ بله البته به نظر من ایشون از این لحاظ خیلی جالب بودن که کارهای اکتیو داشتن و اون موقع اغلب زنان خیلی اجتماعی نبودن، بیشتر به خانه‌داری میپرداختن اینها، ولی ایشون شاید اولین زنی بودن که کارهای اجتماعی رو در ایران شروع کردن. البته پدرم خیلی علاقه‌مند بودن که دخترهاشون ما به نمونه خیلی اجتماعی باشن و البته بالاداد شمس هم گویا کارهای شیر خورشید سرخی انجام میدادن، اونم کار اجتماعی بود البته. و شاید این دو خانوم اولین خانمانی بودن که اولین خانم‌هایی بودن که کارهای اجتماعی رو شروع کردن. شما هیچ مطلب دیگه هست که راجع به حضرت رضا شاه بخواید اضافه کنید یا راجع به باراجت یا راجع به حضرت فرید؟ بله بعد از موریس ما 6 ماه در موریس موندیم. بعد از این که ژاپنی‌ها حمله کردن به پرل هاربر و سنگاپور، مقامات مربوطه حس کردن که شاید وجود ما در جزیره موریس قابل بحث باشه. این بود که با تقاضای پدرم که همیشه میل داشتن از اون جزیره به واسطه نم زیادش به جای خوشتری برن موافقت کردن و ما در اواخر آوریل 1942 رهسپار بندر دوربان در افریقای جنوبی شدیم و در 24 آوریل 1942 وارد بندر دوربان شدیم و به مدت 1 ماه در اونجا در یک خانه نسبتاً خوبی منزل داشتیم، ولی مقصد کلی ما جوهانسبورگ بود که یک شهر خوش آب و هوایی بود با داشتن زمستون‌های خشک و آفتابی و تابستون‌های که نسبتاً بارندگی وجود داشت، ولی چون اونجا 1800 متر ارتفاع داشت این بود که نمی ایجاد نمی‌کرد، یعنی تابستوناش مسبوب بود به واسطه بارندگی، همیشه خنک بود و زمستوناش هم آفتابی بود، در نتیجه زمستوناش سرد نبود. خیلی شهر خوبی بود از این لحاظ
جوی. و اون اوایل امر ما در یکی دو ماه امر ما در هتل بودیم و بعدا هم رفتیم به دو تا ویلایی که در منطقه خیلی خوبی نبودن به اسم لور هاتن و این دو ویلا از هم مجزا بودن. در نتیجه اون محیط فامیلی درست به وجود نمی آورد. خوشبختانه بعد از چند ماهی ما تونستیم بریم به یک ویلای خیلی خوبی که در قسمت مرتفعی بود کنار خیابون بوث اونیو که میرفت به طرف پریتوریا، به اسم منطقه به اسم ماونتین ویو بود و خیلی جالب و خوب بود که بعدها دولت ایران اونجا رو خرید به عنوان موزه خواستن نگه دارن و بقیه مدتی که ایشون حیات داشتن که بیش از نصف مدتی که ما در اونجا بودیم به شما میرفت اونجا بودیم و خیلی جای مناسب خوبی بود که خواهران من در سال 1943 وارد اشرف و در سال 1944 وارد شمس اونجا آمدن که آمده ایشون مصادف با درگذشت پدرم شد و خب از این لحاظ این بود که ایشون حضور داشتن البته موقع این اتفاق و در مراسم البته ایشون اونجا به طور امانت نگهداشته شدن و بعداً ایشون توسط کشتی مخصوص به قاهره فرستاده شدن. بعد به قاهره فرستاده شدن که در قاهره به طور موقت نگه داشته بشن و دارم میاد که یکی دو ماه بعدش هم ما همگی از افریقای جنوبی آمدیم به قاهره و بعد اون وقت بعضی ها رفتن به آمریکا، بعضی هم مثلا شاپور علیرضا رفت به فرانسه که در ارتش فرانسه باشه و ما هم بقیه رفتیم به آمریکا برای تحصیل. وارد شمس وقتی آمدن به افریقای جنوبی مصادف شد فهمیدید فوت علیزاده. علیزاده رضا وارد شمس رو خیلی دوست داشتم، مثل این که نه؟ همینطوره، چون که شاید اولاد اولی بوده بعد از البته یعنی از اولیادت مادر اولاد اولی بودن، شاید باسته بزرگتریشون بوده یا هرچی که در حال بعد از شمس خیلی علاقه‌مند بودم به پدرشون. فوت علیزاده رضا شاه خاطرتون هست؟ بله، ایشون یه ماه قبل از این اتفاق یک حالت ناراحتی قلبی پیدا کردن که خوشبختانه بعد از مدت کوتاهی مرتفع شد و